امام حسین واقعی میگه خوش اومدی عزیزم، خیلی خوشحالم که صدام زدی. اون شبو میدونم، درکت میکنم که زورت نرسید، ولی آفرین که زودی برگشتی و بعدش غسل کردی. آفرین که ادامه ندادی. تو هر جوری که هستی من تو رو دوست دارم و عاشقتم. همین که منو دوست داری مشخص قلب پاکی داری. من به باطنت نگاه میکنم که پاکه. آفرین که داری روی خودت کار میکنی بهتر بشی. میدونم دلت میخواد بیای پیشم زیارت. من بیشتر مشتاق دیدارتم. وقتش که برسه بین الحرمین میبینمت. تو فقط در هر حالی که هستی از من رو بر نگردون. بدون که همیشه پشتتم. حتی اگه گناه هم کردی رو تو ازم بر نگردون. حتی اگه بدترین گناه ها رو هم انجام دادی بازم بیا سمت من، چون من دکتر روحتم. حتی اگه بدترین گناه ها رو انجام دادی و هیچ کدوم از آدما نخواستنت، بازم بیا کربلا حرم. بازم با من حرف بزن و پیش من اصلا خجالت نکش. مثل یه رفیق با هم حرف بزن. با من ساده حرف بزن، همون زبون خودتو، هر طور که راحتی. من اصلا سخت نمیگیرم، حرفاتو راحت میفهمم. من درکت میکنم. اگه هیچ کس نبود که پیشش گریه کنی، اگه هیچ کس تو رو نخواست، من تو رو میخوام. من تو رو میبینم، نه سیاهی درون تو. من مطمئنم که میخوای پاک و زیبا بشی. من قضاوتت نمی کنم. میدونم که میتونی. فقط دست ما رو ول نکن. فقط ناامید نشو. فقط به حرکت ادامه بده. قول میدم که همه چیز درست میشه. از ته قلبش و قلبم دوستت دارم. میدونم اون شب اشتباه کردی، ولی تو نسبت به خودت تمام زورتو زدی. همین برای خدا کافیه. لطفاً به فکر نتیجه نباش. نتیجه فقط برای بستن دهن مردمه، وگرنه برای من امام و خدا همین تلاشت کافیه. مهم رشدیه که باید بگیری و این فرایند مهم نیست. و مطمئن باش درهای رحمت به زودی به رود باز میشه. اگه بدترین کار رو هم انجام دادی، ذره از محبت ما ناامید نشو، چون محبت ما نسبت به تو تغییر نکرده. رو تو از ما بر نگردون، چون ما میدونیم که تو پشیمونی و کسی که این کار رو انجام داد خودت نبودی. دمت گرم که زور خودتو زدی. اگه جای زورت نرسید روی من حساب کن و اینم بدون اگه حتی صدامم نزنی من کمکت میکنم و هواتو دارم. حرم من جای تموم آدم هاست. اتفاقا من باید برای شما بیشتر امام باشم، چون شرایطتون متفاوته. من دکتر روحتم. خیلی هم دوستت دارم. درکت میکنم و میدونم تو سیاهی بودن چقدر حال تو رو بد میکنه. خجالت نکش از اینکه منو صدا بزنی.